یه روز این دوتا دوست به جنگل رفتن، اما یه نور آبی و میفته تو چشم مریم با زهرا میره داخل یه خونه مخفی که داخل جنگله و اونجا میمونن. داخل اون خونه مریم و زهرا هر کاری، هر امکاناتی یا هر کاری که دلشون میخواد میکنن. تفریحات سالم و شرعیه. اما این خونه به درد یه کارهای دیگه ای میخوره. یه شب که مریم و زهرا خوابیده بودن، یه تیر میخوره به شیشه خونهشون. مریم تفنگو برمیداره که از خودش دوستش محافظت کنه، اما گلوله یادش میفته که خونه ضد گلوله است. تیرا از بیرون داشتش میخورد به خونش، اما یهو از بغل خونش هم یه دونه تیر خورد. مریم که راحت شده بود، فکر کرد اونا ناپدید شدن، یه نفس عمیق و خیلی راحت کشید. اما بعدش اونا برای بار آخر خونه مریم و آبکش کردن رفتن. مریم و زهرا چیزی نشده، اما شوهر مریم که یه خرگوش بود، تیر به قلبش خورده بود.